عزیزان گرامی، الله تبارک و تعالی ذاتی است که همه کائنات و مخلوقات و موجودات پیدا کرده و در بین موجودات خود الله تبارک و تعالی بعضی برگزیده های را انتخاب میکنه و این تعلق به خود الله تبارک و تعالی داره. الله تبارک و تعالی اشرفترین مخلوقات انسان ها را پیدا کرده، اما در بین انسان ها الله بعض انسان های را فضیلت و مقام برش قائل است. او مردمانی هستند که یقینا دعوت الله خدا پذیرفته و شناخته که ما را کدام ذات پیدا کرده، برای چی پیدا کرده و به چی چیز ما مکلف هستیم، مسیر ما کدام است و نهایت و انجام ما در کجا میرسه. یا اونمو مؤمنای واقعی هستند که یقینا هدف آمدنشان در دنیا را شناختن، فهمیدن که ما کی هستیم، از کجا آمدیم و کدام طرف روان هستیم. این سه سوال سوالای فطری وجود خود انسان است. وجدان خود انسان از خود انسان امی سوالا را میکنه که ما از کجا آمدیم، برای کدام غرض و مقصد آمدیم و کدام طرف روان هستیم. همچون مردمانی که سه هدف فهمیده و سه نکته را درک کرده، این مردمانی هستند که الله تبارک و تعالی در بین انسان‌ها را انتخاب کرده. مؤمنا مردمی است که الله را انتخاب کرده، اما در بین مؤمنا شخصیت‌های را الله تبارک و تعالی انتخاب میکنه برای رسالت دعوت که همه زندگی خود وقف خدمت دین الله تبارک و تعالی کرده و هر قسم تحمل مشقات و تکالیف سری خود به عهده گرفته، همیشه رنج و تکلیف در راه خدمت دین برداشت میکنه، هراس نداره، تمام زندگی خود وقف اینمی خدمت دین کرده که در سر فهرست از انبیاء علیهم السلام قرار داره. بعد از او الله تبارک و تعالی حواریون یا کسایی که یقینا در خدمت انبیاء علیهم السلام هم رکاب با انبیاء علیهم السلام همراه شده، علیه هر قسم بیراهی ها و طغیان و سرکشی ها، علیه هر قسم انحرافات عقیدوی و عملی مبارزه را ادامه میده. اینی طایفه های هستند که الله تبارک و تعالی در بین بندگان خود انتخاب میکنه. در بین اینمی بندگان مؤمنان صالح می باشه، مؤمنان می باشه که در فکر عزیزتن که ما چه قسم برای دین خود خدمت بکنیم، ما چه قسم ای وقت و زندگی خود قیمتی و با ارزش بسازیم. یقینا شخصی که درک میکنه که اینمی عمر عزیزی ما خیلی زیاد ارزش و قیمت داره و ما از این عمر خود باید فایده رو دارم که در روز قیامت در بین مخلوقات یقینا به نزد الله تبارک و تعالی سربلند باشم. این نمو مردمایی هستند که در هر تاریخ و زمان یا تابع شهوات نشده، یا تابع شبهات نشده، یا تابع رسم و رواج مردم نشده، اکثریت سری از یا تاثیر نگذاشته، یا در هر قدم تابع حق هستند، از کسی هراس نداره، قدم خود سنجیده ورداشتن. اینطور مردم را الله تبارک و تعالی انتخاب کرده. الله تبارک و تعالی ما و شما را هم در بین امی منتخبین حساب کنه، ما را توفیق نصیب بکنه که یقینا به نقش و قدم و راه و روش انبیاء علیهم السلام زندگی خود سپری بکنیم و یقینا وظیفه و رسالتی که ما در برابر همه انحرافات امروزی و همه مشکلاتی که برای مسلمان ها پیدا شده و این دشمنای دین به دسیسه های مختلف میخواهند این راه های پاک و صافی انبیاء علیهم السلام غبار آلود بسازه، در مقابلشان ما استادگی بتوانیم و بتوانیم که بله حق به مردم واضح کرده بتوانیم.